مهمان دوشنبه عبدالصمد محمدعلیف کتاب‌های را خریده است که باور دارد آن را نبیره‌هایش نیز خواهند خواند. کتاب نسیم کوسر این یکی از شاعرای همین نوراباد بوده است. این بعد اهل‌دین حصاری همین دو کتاب چه یافتم از همینجا خریدم. با خدا خد بود تماشا میکنیم میبینیم با کتابای نغزه که با میگیریم خدا خد. عبدالصمد محمدعلیف از ناحیه همدانی می باشد و خبر برگزاری 12مین نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه او را به پایتخت آورده است. من همین کشاورزی زمین دارم، کشاورزی میکنم. بعد هم اینترنت دیدیم که همین روزا 22 چیه؟ همین بارانگریه. بعد اومدیم با خواندم میگم بعد اینا بود تماشا کردیم. بسیار خرسان شدیم، بسیار ایامدگیم بسیار خرسان شدیم. این ساکن ناحیه همدانی میگوید امروز نه همه کتاب‌ها در دهات دسترسند. راستی همین کتابخانه‌ها نیستن، کمن. اینا در مو جماعت ما هم یک اول قریب که در هر قشلاق یک کتابخانه بود. اول در مکتبا جوشون کردن، بعد این مکتبا اول عدل نجو بودن کتابخانه. بعد گفتن در مکتبا جو کردن دیگه مردم دیگه خیلی به مکتب مثلا نمیره. اخلاً در نزد هر یک جماعت یک کتابخانه باشه که مثلا هر کس بره کتاب بگیره و مثلا کتاب بخونه. نمایشگاه 12 کتاب دوشنبه تا 24 اکتبر در آثارخانه ملی تاجیکستان ادامه می‌کند. در آن ناشران و ادیبان از روسیه، چین، ایران، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان و هندوستان هم شرکت دارند. برگزاری این نمایشگاه‌ها در حال است که سران بعضی از مطبعه‌ها میگویند مجبورند که به خاطر کم بودن طلبات کتاب‌ها را با تعداد کم نشر کنند. کتاب‌هایی که ما نشر کردیم تعداد نشر کتاب‌ها بیشترش 500 نسخه. با اون خاطر که همین امکانیت نشریات ما همین قدر است. یعنی 500 نسخه، 1000 نسخه بعضی کتاب‌ها وابسته به طلبات خوانندگان. نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید با تعداد کم چاپ شدن کتاب‌ها نشانه کم شماره کتابخانه‌ها در کشور نیست. البته تاثیر خودش رو شبکه‌های مجازی هم می‌گذارن، ولی بیشتری مردم کوشش میکنن که کتاب‌های الکترونیک پیدا کنن. برای این هم یک رقابت بین کتاب چاپی و کتاب الکترونیک هم. بعضی از دانشمندان تاجیک کم شدن چاپ کتاب و کتابخوانی در کشور را به جنگ شهروندی ربط می‌دهند که در اول سالهای 90 دامنگیر تاجیکستان شد. جنگ بی‌معنی شهروندی همه خراب کرد و انتشار کتاب قریب که به نیستی رسید در همه نشریه ها و کتاب از نشر قریب که موند به کاملا کتاب خرای کتاب مطالعه کنه هم کم شد. کتاب و کتابخوانی وقتهای اخیر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی زیاد بحث می شود. اما ماجرای کتاب نویسنده تاجیک میرزا نصرالدین نان شریکی نشان داد که رکلام حتی منفی می تواند به فروش تعداد زیادی کتاب کمک کند. کاربران شبکه‌های اجتماعی کاهش کتابخوانی را به سطح تعلیم و معارف و هم نبود نقد کتاب در کشور بستگی می‌دهند.